سلام میکنم خدمت همراهان همیشگی اینستاگرام و یوتیوب هانیل تاروت. عزیزای دلم، در خدمتتون هستم با یک انرژی خانی دیگه. ممنون میشم که لایک کنید، کامنت بذارید، شیر کنید، به دوستاتون ما رو معرفی کنید و سابسکرایب کنید. از من حمایت کنید. هر چقدر که شما به من انرژی بدین همونقدر به زندگی خودتون برمیگرده و در واقع من هم بیشتر و پربارتر براتون ویدیو میگیرم و در واقع انرژی خانی انجام میدیم. عزیزای دلم، امروز اومدم برای در واقع فال هفتگی. از هر زمانی که شما این فال رو میبینید تا مدت یک هفته آینده رو میخوایم با هم دیگه انرژی خوانی بکنیم. میخوایم ببینیم که چه انرژی با خودتون همراه هستش در هر روز و من این فال رو به نیت کسانی خواهم گرفت که توی پیج من هستن یا توی چنل من هستن و پس اگر این ویدیو رو از توی اکسپلور یا جاهای دیگه میبینی منو فالو کن و تو پیج من باش، فعال باش تا انرژی فال های من برای تو باز باشه و رو شما هم بیفته. خب عزیزای دلم، بهتون فرصت میدم که کمی در واقع تمرکز کنید، نیت کنید تا بریم انرژی خوانی هفتتون رو بخونیم. خب بریم که با هم دیگه ببینیم که توی این هفته چه انرژی هایی با شما همراه هستش. خب عزیزای دلم، این فال ها زمان نداره. از هر زمانی که میبینید از همون روز تا 7 روز آینده در واقع محاسبه میشه. یعنی اگه امروز سه‌شنبه است، از چهارشنبه تا چهارشنبه هفته دیگه. خب توی این هفته انرژی هایی که بیشتر باهات همراه هستش میتونم بگم در مجموع انرژی های خوبیه. ببین، اولین روزت اینجوری شروع میشه که ممکنه یک نفر در واقع بهت دروغی رو بگه، مخفی کاری رو بکنه، پنهان کاری رو بکنه. اگر متوجه همچین چیزی شدی یا اگر خودت داری همچین کاری میکنی، بهت بهتره بگم که این شرایط پایدار نخواهد بود. به زودی دست دیگران یا دست تو برای دیگران رو خواهد شد. پس بهتره صاف و صادق باشی و پیش بری. در روز بعدی میبینم که خیلی درگیر مسائل کاری و در واقع حرفه‌ایت هستی. خیلی معذرت میخوام خیلی متمرکز داری کار میکنی و میخوایی که پیشرفت کنی و پیشرفت هم خواهی کرد. نگران نباش، چون تو ذوق و شوق و انرژی رو داری و روی کارت میذاری که این ذوق و شوق باعث میشه که تو در واقع پیشرفت کنی. هر کاری رو که شروع میکنی انقدر پیگیرانه و منظم پی میگیری که به بهترین جاها در اون کار میرسی و بیشتر تو مسائل کاری میبینم که روز دوم زمان و انرژی خودتون رو صرف کنید. در روز سوم براتون میبینم که ممکنه دعوت به یک مهمانی یا دور همی بشید یا یه جمع دوستانه یا خانوادگی به هر شکلی که هست، یا ممکنه حتی میزبان یک مهمانی باشید. براتون خیلی خوشایند افتاده. توی این جمع شما حالتون خوب میشه، یکم حال و هواتون تغییر میکنه و در واقع اعتماد به نفس میگیرید انگار. حالا با توجه به حرف‌هایی که زده میشه یا اتفاقاتی که میفته میبینم که براتون خوبه. حتی ممکنه با کسی هم آشنا بشید که در پی این آشنایی در روز بعد میبینم که ممکنه قرار رو ملاقات داشته باشید یا حتی با کیس احساسیتون وارد این جمع شده باشید و این جمع به احساسات و عواطفتون که میخواد بروز بده خودش رو فوران کنه کمک میکنه. و با هم دیگه میبینم که در روز چهارم میبینم که اگر کیس احساسی دارید با اون، اگر نه کیس جدیدی هستش، به شناخت همدیگه در واقع میپردازید، زمان با هم میگذرونید و یه آرامش و امنیتی کنار همدیگه انگار قراره که بسازید یا لذت میبرید از این شرایط. معذرت میخوام. و داره به من میگه که این شرایطی که پیش میاد، هر شرایطی که باشه،
شرایطی هستش که حتی ممکنه تو مسئله کاریتون هم باشه. شرایطی هستش که میتونه آینده دار باشه و میتونه ثمر و نتیجه درستی هم داشته باشه. در روز بعدی میبینم که ممکنه قرار ملاقاتی داشته باشید با کسی که خیلی سیاست مداره. حالا ممکنه یا راجع به مسائل کاری باشه یا راجع به هر چیزی. این آدمی که دارم میگم ممکنه حتی حسابدار یک جایی باشه، ممکنه حتی کسی باشه که تو حساب کتاب بسیار قویه، یا کسی که ریاضیدانه. یه همچین شخصیتی برای من میافته، کسی که کاردانه و در واقع به تعلیم و تربیت دیگران خیلی میپردازه. اگر دارین با همچین کسی کار میکنین خیلی خوبه، چون توی اون روز انرژی این آدم برای شما خیلی خوب افتاده. و اگر که کار نمیکنید ممکنه همچین کسی رو ملاقات کنید. خانم یا آقا فرقی نمیکنه. و میبینم که ممکنه یه سری اهدافی رو بشه، یعنی یه سری خط فکرایی رو به شما بده که راجع به یه سری مسائل کاری و مالی بشینید فکر کنید و این باعث بشه یه سری برنامه‌هایی رو بریزید، یه سری چیزهایی رو پیش بگیرید که براتون انرژیش فوق‌العاده عالی افتاده. در دو روز آخر میبینم که خیلی حال و اوضاع اوکی از نظر احساسی نداری. همش احساس میکنی که آدما انگار دارن به تو حرف بدی میزنن، انگار تو رو نادیده میگیرن، انگار به توهین میکنن، انگار قدر تو رو اونجوری که هستی نمیدونن. اگر همچین احساسی داری بهتره بهت بگم که گاهی اوقات ذهن ماست که یه حفاظ کشیده، یکی بهش میگه سلام فکر میکنه فحش داده. این حفاظ ذهنی رو بردار. ببین درسته خیلی از آدما ممکنه قدر تو رو ندونن، قدر کار تو ندونن یا استعدادهای تو رو نشناسن، اما تو زمانی میتونی موفق بشی که خودت رو به اونها ثابت کرده باشی، که از خودت فقط دفاع نکرده باشی یا حمله کرده باشی که چرا با من این کار میکنی. خودت رو نشون بده. آدم ها زمانی به تو باور پیدا میکنن و زمانی تو رو باور میکنن که تو اونها رو در واقع چیزهایی که داری توی چنگت رو به نمایش بگذاری که اونا قدرت تو رو ببینن. آدم ها باید ببینند، پس نشون بده، تو لاک دفاعی فرو نرو. چون میبینم که ممکنه یه بحثی جدلی یا خیلی حالت دفاعی بدی داشته باشی که در روز آخر سعی کنی که تا میتونی ذهنت به هم بریزه، خودتو تنها حبس کنی توی یه اتاقی، فقط حالت بد باشه، حتی گریه کنی، زاری کنی، انرژیاتو به هم بزنی یا فکر کنی که اصلا این دنیا دیگه به درد نمیخوره و از این کلیشه ها. باید بهت بگم عزیز دلم، همه چیزهایی که تو داری میکشی، همه چیزهایی که راجع به تو دیده نمیشه، به خاطر اینه که خودت نشون نمیدی، انرژیت رو صرف در واقع حرف زدن راجع به خودت و دفاع راجع به خودت میکنی، در صورتی که تو نباید حرف بزنی، تو باید عمل کنی. و مادامی که عمل میکنی ذهن تو از این حالت بسته و چارچوبی که خیلی سخت و سفت داره میاد بیرون و خودش رو نشون میده، خودش رو پرورش میده، تو رو پرورش میده. پس بهتره که در واقع ذهنت رو آروم کنی. مادامی که ذهنت آروم بشه زندگیت آروم میشه. بعضیا ذهنشون با پیاده روی آروم میشه، بعضیا ذهنشون با صحبت با این و اون، حالا راجع به هر مسئله آروم میشه، بعضیا با خوندن کتاب یا هر موضوع دیگه. تا میتونی خودت رو آروم نگه دار. انرژی های این یک هفته انرژی های سختیه، به خودتون سخت نگیرید و بدونید که طبیعیه. و خب هر دورانی که آسمان و ستارگان همچین حالتهایی پیدا میکنند قراره که به ما یک درسی بدن راجع به زندگی، کار، مال، احساس خودمون و اطرافیانمون. پس درست رو بگیر تا تو لوپ قرار نگیری و یه چیز صدها بار برات تکرار بشه. عزیزای دلم، هر انرژی هم که باشه برای هفته آینده‌تون هستش. این انرژی زود گذره، نگران نباشید، ناراحت نباشید، خیلی بهش پر و بال ندید. تا جایی که میتونید سعی کنید خودتون رو ریلکس نگه دارید و به خودتون برسین، زیاد عصبی نباشین و بهترین ها رو براتون از خداوند و فرشتگان عزیز خواهان هستم. عزیزای دلم، وقتتون بخیر باشه. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین.